اومدیم هتل 25 hours دبی، بیایم بریم با هم یه دوری بزنیم. و این هتلی که از لحاظ سبک و استایل و دیزاین کاملا متفاوت با همه هتلایی که تا حالا تو دبی دیدین رو بهتون نشون بدم. بریم ببینیمش. هتل 25 hours یه هتل 5 ستاره است، ولی خب شما 5 ستاره یه تاپ حساب نمیشه، ولی با یه سبک و استایل مجزا برای خودش میتونه نظر خیلی ها رو جلب بکنه. این دیزاین متفاوت، این طراحی های متفاوتی که داره و خیلی خیلی متفاوته با هر هتل دیگه‌ای توی دبی. خیلی از کسایی که اینجا حتی مثلا میتونه اینا کن اومدن نشستن دارن کارشون رو انجام میدن توی این سالن، و یه کافه هم اینجا هستش که میتونن سفارش بدن و کتاب میخونن و با لپتاپشون کار میکنن. من یه کتابخونه ملی افتادم، اینش هم بر من جالب بود. و حالا میگم دیگه این تفاوت‌هاش جذابه. و اینکه خب این هتل رو من اومدم براتون ویدئوشو گرفتم چون توی پکیج آژانس ها خیلی امسال زیاد میدمش، گفتم ببینیم که 25 hours که بهتون ممکنه معرفی بکنم کجاست. سلام علیکم، بفرمایید تو به هتل 25 hours خوش اومدین با یه سبک و سیاق کاملا متفاوت. ببینیم چه خبره. سرویس بهداشتی تلفن‌ها اینجا، قسمت روشویشینا، حمام مستر که خب پرده و این هم جدا میشه، و سیف باکس و کمد و چای ساز و از این چیز میزا و تاپ داره، تو اینجا تاپ بازی کنیم و ویو ببینیم، ویو نبینیم. بده دیگه، چرا وسط پردش ویوی خاصی نداره طبق معمول. من اصولا من اینجا میگم ویوی خاصی نداره. اومدم بهتون میخوام استخر هتل 25 hours رو نشون بدم. یه استخر کوچیک جمع و جور داره که عمق زیادی هم نداره، شاید خیلی واسه شنا کردن مناسب نباشه، بیشتر حالت تراس آفتاب داره. حالا الان میریم بهتون محوطه استخر رو نشون میدم. قبل از اون در خصوص لوکیشن این هتل چیزی که میخوام بهتون نشون بدم، پشت سر من اونجا برج خلیفه دیده میشه، جمیرا تاورز و هتل ژبورا هم اونجاه. و اینکه اینجا خیلی خیلی نزدیک به موزه آینده و الان پشت سر من شما میتونید موزه آینده رو ببینید.